سلام بچه‌ها، اومدم با یه ویدیو دیگه با MTN. بچه‌ها تو این ویدیو قراره به شما آموزش بدم که چطوری نقشه بسازید و نقشه‌تون رو بزرگ کنید. اول میاد بالای مپتون و اون نقشه‌تون رو کلیک میکنید تا درست بشه نقشه‌تون. بعد با استفاده از این ابزار و برگه سفید، یعنی همون بذارید همون برگه سفید، مپتون رو مثلا 1 لول، 2 لول، 3 لول، 4 لول، 5 لول، حتی هر لولی که دوست داشتید بزرگش میکنید. حالا چون من نمیخوام اینقدر بزرگ بشه، میام همون 1 لول بزرگش میکنم که فقط همین. بعد بچه‌ها میخوام توش علامت بذارم. چطوری توش علامت بذاریم؟ میایید بنر برمیدارید و دور تا دور مثلا هر جا که دوست داشتید علامت میزنید. بعد با همون نقشه‌تون روش کلیک راست میکنید. به همین راحتی میتونید ببینید که توی نقشه من علامت گذاشته. این بود از ویدیو امروز ما بچه‌ها، و تا ویدیو بمب دیگه. خداحافظ.